چشمانی بنازی نازنینت من کشت، زلفانی درازی عنبرینت من کشت. چشمانی بنازی نازنینت من کشت، زلفانی درازی عنبرینت من کشت. سر تا قدمت به جنبش آمد به خدا، سر تا قدمت به جنبش آمد به خدا. جنباندنی رقصی آستینت من کشت، جنباندنی رقصی آستینت من کشت. دختر به تو عاشق شدیم خوابم گو، به تو به خدا زیق شدیم خوابم گو. دختر به تو عاشق شدیم خوابم گو، به تو به خدا زیق شدیم خوابم گو. با حسن خدا داده تو عذرای منی، در عشق تو وامیق شدیم خوابم گو. با حسن خدا داده تو عذرای منی، در عشق تو وامیق شدیم خوابم گو. چشمانی بنازی نازنینت من کشت، زلفانی درازی عنبرینت من کشت. چشمانی بنازی نازنینت من کشت، زلفانی درازی عنبرینت من کشت. سر تا قدمت به جنبش آمد به خدا، سر تا قدمت به جنبش آمد به خدا. جنباندنی رقصی آستینت من کشت، جنباندنی رقصی آستینت من کشت. بد مرمه، در چشم سیاهی دلفیل بد مرمه. در سرخی رخسار چوسه بد مرمه، در چشم سیاهی دلفیل بد مرمه. یک خنده نکردی دلکم زنده شود، در زیر دندانی سفیدت مرمه. یک خنده نکردی دلکم زنده شود، در زیر دندانی سفیدت مرمه. چشمانی بنازی نازنینت من کشت، زلفانی درازی عنبرینت من کشت. چشمانی بنازی نازنینت من کشت، زلفانی درازی عنبرینت من کشت. سر تا قدمت به جنبش آمد به خدا، سر تا قدمت به جنبش آمد به خدا. جنباندنی رقصی آستینت من کشت، جنباندنی رقصی آستینت من کشت. جنباندنی
نکو. تشکر زیاد. درود میگویم به همه هموطنان عزیز. روزی خوش داشته باشید. برنامه فضا است و باز هم ما آمدیم که فضای خانه شما را رنگین کنیم و مهمان برنامه ما هستند کامل جان ظریفوف، هنرمند جوان، فرزند هنرمند شناخته قابل جان ظریفوف. خوش آمدید به برنامه ما. تشکر و زیاد. مهمان دیگر را داریم دوستان عزیز، دانشجوی دانشگاه آکسفورد از بریتانیای کبیر، الیشکا. شما نیز خوش آمدید به تاجیکستان، به تلویزیون سفینه. شادم که به برنامه ما تشریف آوردید. خب کامل جان، ترانه‌ای که حالا پیشنهاد کردید فکر میکنم یکی از ترانه‌های قدیمی پدرتون بود. بله. که با شکل دیگر این ترانه را پیشنهاد میکردن. مالی کی است آهنگش؟ البته تشکر زیاد. سرود رو اصلا در سالهای جوانی پدر میسرایدن. آهنگی برادر عزیز که همراه پدر چندین سالها بودن، سید احسان مقصود، و همراه پدر این آهنگ پیشتر، یعنی که هنگامی که جوان بودن دورهای جوانی سرایده بودن و محض با مرور زمان و هنگامی که من راه سوی صنعت پیشه خود کردم، بعد از آن همین سرود بسیار هم به دلی من پسند بود، به من خیلی هم به خودم نیز پسند بود. از همین لحاظ خواستم همین سرود رو کمی باشد دیگرگون کنیم و با اجازت پدر ما سال 2020 این را تکمیل داده ثبت کردیم، یعنی که در یعنی که ارنج کردیم، بعد از آن پیشکش مردم تنظیمی آغاز کردید. بله. ترانه‌های پدر رو زیاد میخونید؟ البته. خب چرا؟ فرزندی پدر کی هستم از همین لحاظ. خب فرزندی پدر کی باشد باید مولی خودتون هم باشه. البته نه، سروده هست که از خودم هستم بود، از دیگر استادان هم سرایدگی هستم. مثال چند پیش از شادروان استاد عبدالله سلطان سرایده بودم. کدام ترانه شون؟ ترانه یغناب که به ما بسیار به نهایت یعنی که پسند بود. میشه کمی خاطر نشون کنید؟ البته. یغناب بمرم تگاب یغناب بمرم، خلقای عزیزی تاجیکستان بمرم، یغناب بمرم یغناب ریگیستونای، عشقی دختری یغناب بلای جونای، ای یغناب آب شیرین، کوهاش جام سیمین، دلداری نازنینت دروش ماهو پروین، دلداری نازنینت دروش ماهو پروین. باشو برار میخوام یادآور بشم دوستان عزیز، ما یک مهمانی خاص داریم از بریتانیای کبیر، الیشکا. دانشجو هستند در دانشگاه آکسفورد و تقریبا 2 هفته است که در تاجیکستان هستید. همینطور؟ خب قبلا به تاجیکستان آمده بودید؟ پارسال 4 ماه در دوشنبه بودم، لیکن بعد شوی کرونا شد و نتونستم برگردم. 4 ماه در تاجیکستان بودید سال قبل. اینجا چی کار کرده؟ در اکادمی علم ها میخوندم، زبان فارسی، ایرانی و زبان تاجیکی. خبر داریم که شما به ناحیه عینی سفر کردید و از اونجا از فرهنگ و از عادتهای مردمی اونجا واقف شدید. من عینی بسیار دوست می‌دارم. اونجا 3 بار رفتم و هر بار دیگر خیلی بود. مردم اونجا بسیار مهربان بودن و بسیار خرسند شدم امروز که سرود عینگی شنیدم، چون پیش از این نشنیدم. سرودای تاجیکی بشنوید؟ کمتر. کمتر. خب از تاجیکستان چی بیشتر میدونید؟ برای شما چی پسند اومد در اینجا؟ خیلی چیزا. تمام فرهنگش و ادبیاتی تاجیکی خیلی جالب است برای من. خب از کجا شروع شد آموزش زبان فارسی؟ به شما کی توصیه داد؟ از کجا معلومات پیدا کرده درباره همین زبان و چرا خواستید که فارسی را از خود کنید؟ سوال پیچیده است. من همیشه علاقه داشتم به نمیدونم کشورهای عرب زبان، لیکن
اطلاعاتی کمتر داشتم از کشورهای فارسی زبان، پس میخواستم که بسیارتر بر این منطقه تمرکز کنم. خب از کی شروع کردید؟ حاضر 4مین سال است که فارسی میخونم. آموزش دشوار نبود برای شما؟ به فکرم دستورش زیاد پیچیده نیست، لیکن چون زبانی خیلی شاعرانه است، این هم بعضی وقتها معلوم نیست که معناش چی هست. یعنی بیشتر معنای مجازی دارن. همین. شما ادبیات تاجیک را میدونید، گفتید به ادبیات تاجیک میل دارم. خب بیشتر کدام شاعران را مطالعه میکنید و از کی شروع کردید؟ سال پیش شروع کردم به رودکی خوندم و این جالب بود که یک پیوست بود بین گذشته و امروز. زبان تاجیکی برای شما کدام جنبه هاش پسند آمد؟ چنین جا آمدید با مردم صحبت کردید؟ برای من از شروع کمی مشکل بود، چون عادت داشتم به زبان فارسی، لیکن به فکرم خیلی جالب است که وقتی اینجا اومدم شروع کردم به یادگیری زبان تاجیکی و به فکرم زبانش شاید بسیارتر از همون زبانی شاعرها زبانی کلاسیک قدیمه. بله. بله، تشکر زیاد. ما با شما با صحبت میکنیم، شما در برنامه ما تا آخر میمونید. نوبت موسیقی است و باز هم یک ترانه زیبا از جانب کامیل جان پیشنهاد مخلصان برنامه ما میگردد. بفرمایید. مرحمت. از مهر و از جفاتون گیرم در دو بلاتون، مورم در پیشی پاتون. گیرم در دو بلاتون، مورم در پیشی پاتون. بالای خلابه که میکرده ما بازه که، بالای خلابه که میکرده ما بازه که، لالا چینی بهانه اما مقصد چه که، لالا چینی بهانه اما مقصد چه که. گردم من از خداتون، از مهر و از جفاتون. گردم من از خداتون، از مهر و از جفاتون. میرم در دو بلاتون، مورم در پیشی پاتون. میرم در دو بلاتون، مورم در پیشی پاتون. چشمکاتون خماری، دندوناتون مروارید، چشمکاتون خماری. بیاید آب سرتهی میره پد میخاری، بیاید آب سرتهی میره پد میخاری. گردم من از خداتون، از مهر و از جفاتون. گردم من از خداتون، از مهر و از جفاتون. میرم در دو بلاتون، مورم در پیشی پاتون. میرم در دو بلاتون، مورم در پیشی پاتون. مورم در
پاتون آه مرم در پیش پاتون بار دیگر درود عرض میکنیم دوستان ارجمند به برنامه فضا مهمان تشریف آوردند. ما در اولی برنامه ذکر نامشون کردیم. قابل جان ظریفوف هنرمند شایسته تاجیکستان، خوش آمدید. از تشریف شما ما شاد شدیم و باور داریم که فضای برنامه ما رو دیگرگون میکنید. اصلا شما با ترانه های مردمی شروع کردید. یکی از ترانه های خیلی معروفی شما این هم بود بیبی ریحون، با هنرمندی شناخته تاجیکستان خاصیت زرافشانی این ترانه رو سراییدید. هنرمندی مردمی جمهوری تاجیکستان خواستی زرافشانی انمی سرودی شما بیبی ریحان و با رحمان بودید. من با مخلصا بسیار بود نزدیکتر. واقعا شما خرد بودید و مخلص خاصیت زرافشانی بودید. از همون کودکیتان میشنیدید و این برای شما دست داد که مثلا کلانتر شدید و اون کس ترانه سراییدید. خب بیاید از تاریخ همین ترانه حرف زنیم. خب این ترانه را ما در همون انسامبل میبایست با هم میخوندیم. کدام انسامبل؟ انسامبل جوانی بود که من بسیار شکرانه میکنم که از مکتب خواستی زرافشانی کس برای من نه بلکه استاد همچون مادرم هستند. من وقتی که به قوای مسلح به صفی ارمی می رفتم از خاندان همون که از من دعا گرفتم. وقتی که اون وقتها نفخا نبود، عقبی انزا بود، مادر در آنجا ماندن دیگه. همین که از رنگ مادر به من دعا دادن، من رفتم مردونوار خدمت کردم. آمدم در همونجا در مکتوبم می نوشتم که من میخوام رفته در انسامبل جوانی کار کنم. آمدم کار کردم، 1 سال کار کردیم که تقدیر نصیب بود از انمین ترانه آهنگش مال بیبی ریحان و بابا رحمان مالی خلقی هم باشد نکمی تکمیل دادن خواستی زرافشانی. تا حاضر در کجا اگر ما همراه استاد خواستی زرافشانی بینن من میگم که انا بابا رحمان و بیبی ریحان اومد. عجیب. و واقعا این ترانه یک ترانه مردمی بود که بدیل هم راهی بود. امشب شبی تابستون بیبی ریحان مرمتون بازار به خیلی ارزون بیبی ریحان مرمتون چای تلخ دم کرده بیبی ریحان مرمتون تکلیف کنید خونتون بیبی ریحان مرمتون مرمتون بیبی ریحان. اون کس به من گفتن مرمتون بابا رحمان. اینه میگه که تا آفرین خسته نباشید. واقعا سرود که خلقی که هست واقعا در دل دیدی مردم جا شده. هر ترانه‌ای که از میان مردم میآید، هر چیزی که از دل مردم است و باز هم به دل مردم راه مییابد و واقعا من تا حال این ترانه رو دوست می‌دارم و هر جایی که میشنوم گوش و هوش میشم. و خسته نباشید. امروز باز چی ارمغان آوردید برای بیننده تلویزیون سفینه؟ یک سرود آوردم از شعر از زنده یاد استاد لایق. قربانی چشم روشنت من میروم نگو، زارم بگردی دامنت من میروم نگو. مرحمت بفرمایید. سلامت باشید. قربانی چشم روشنت من میروم نگو، زارم بگردی دامنت من میروم نگو. برباد رفت خیرمنی دارم بداری من، میرم به موی خیرمنت من میروم نگو. میرم به موی خیرمنت من میروم نگو.
دستی تو بگردنم گردون به دستی توست تا دستی من بگردنم من میروم نگو سرتا با خزینه حسن ملاحتی جز این بهانه جستند من میروم نگو جز این بهانه جستند من میروم نگو از این جهانی پس خوش باد آن نیشه منت من میروم نگو خوش باد آن نیشه منت من میروم نگو قربانی چشمی روشنت من میروم نگو تشکر زیاد. خیلی ترانه جالب بود و شما بیشتر در ترانه‌هاتون اسباب‌های ضربی را استفاده می‌برید. یک خصوصیت خاصه ترانه‌های شما است. من چند بار مشاهده کردم در ترانه‌های شما همین اسباب‌های ضربی زیاد استفاده می‌شود. چرا این گونه خاصیت که میگونه شود؟ اگر در همین دستی من اسباب‌های ضربی نباشند من همین همین سرودها من امروز کامل جان چکر که دو سرود ما خواند همانی هم من با اسباب‌های ضربی خواندگی بودم. با همین اسباب‌های ضربی اسباب‌های خلقی تاجیکانه است. چکر که همین نیمی سرودهای من از خلق گرفتگی است با من به خلق تقدیم میکنم. همترم باشد همراه انمین همکسبام که شب و روز در پهلوی من هستند همین ها با من یاردم میکنن برای همین اسباب‌های ضربی اسباب‌های تاجیکانه که هستند همراه آنها خواندن باز در دل دیدی میخوری دیگه خیلی جا میشود. تشکر. شما ترانه‌های مردمی رو چگونه پیدا میکنید؟ از کجا پیدا میکنید؟ با مردم صحبت میکنید؟ خب چگونه است؟ با مردم صحبت میکنم، از شاعران میپرسم، از همکسبان میپرسم، از همین خلق همین جوینده یابنده میگویند. واقعا تشکر زیاد. و دوستان عزیز یادآور میشم که مهمان دیگری برنامه ما الیشکا است از بریتانیای کبیر، از دانش آموز در دانشگاه آکسفورد. خب از طعام‌های تاجیکی برای شما چی پسند آمد اینجا؟ همشون. لیکن خیلی دوست دارم که اینجا همه با دست‌های خودشون تیار میکنن و فکرم خیلی حفظ شده است از گذشته. پرتو آشی پلاو هر دو تو. دوست می‌داری؟ من چیزهای مثل چکه هم بسیار دوست دارم. نان تاجیکی را شنیدم که نان تاجیکی را هم دوست می‌داره. بسیار. و در یک صحبت گفتید که همین گونه نقشه دارم که یک مرکزی کشم که اونجا نان‌های تاجیکی تیار کنه. یگان روز وارث من هست. خب تشکر زیاد. و وقتی که با مثلا انگلیس رفتید اونجا درباره تاجیکستان به دوستانتون چی میگویید؟ خیلی چیزا، لیکن که حتما باید یگان روز به تاجیکستان سفر کنند بیایند اگر فرصت داشته باشند. دوستان دیگرتون اینجا بودند؟ شما از کی درباره تاجیکستان شنید؟ از کجا خواندید درباره تاجیکستان؟ من پارسال اینجا بودم با همکورس ها.
لیکن بعد از کرونا سفر کردن کمی مشکل شد، لیکن حاضر خیلی خرسندم که تونستم باز بیایم. وقتی که در مثلا در جاده‌های تاجیکستان، در جاده‌های شهر دوشنبه قدم میزنید، شما بیشتر به چی توجه میکنید؟ خیلی که مردم با هم صحبت میکنند، چی خیلی رفتار دارند و خیلی جالب است. کدام عادت‌های مردم برای شما پسند آمد؟ به فکرم اینجا مردم توجهی بسیارتر دارند با همدیگر، احترام. خب تشکر زیاد، خسته نباشید. و دوستان عزیز، همینجا آهسته آهسته به فرجام برنامه فضا هم رسیده. یادآور میشیم که در مهمانی برنامه فضا حضور داشتن قابل جان ظریفوف، هنرمند شایسته تاجیکستان، و فرزند ایشان کامل جان ظریفوف که با ترانه‌های دلنشینی خود امروز قلب ما را شاد کردند. بار دیگر خوش آمدید میگیم شما را به برنامه فضا. و دوستان عزیز، همینجا در رسیدیم به فرجام برنامه امروز فضا. یک روزی خوش با شما داشتیم، یک برنامه خوش با شما داشتیم، مهمانی خانواده شما بودیم و شما نیز خیلی میزبانی خوب کردید. با یک ترانه دلنشین به برنامه حسنی انجام میبخشیم. سنگی تو بالین بیسترم، کوهی بلندی تو محراب منبرم، هر پاره سنگی تو بالین بیسترم. ای جانی من وطن، ایمانی من وطن، ای جانی من وطن، وجدانی من وطن. تا خوجان از دشت تا دمن، از رشت تا خوجان از دشت تا دمن، با آب و خاکی تو پیوسته جانی من، با آب و خاکی تو پیوسته جانی من. ای جانی من وطن، ایمانی من وطن، ای جانی من وطن، وجدانی من وطن. بلندی تو محراب منبرم، هر پاره سنگی تو بالین بیسترم. کوهی بلندی تو محراب منبرم، هر پاره سنگی تو بالین بیسترم. ای جانی من وطن، ایمانی من وطن، ای جانی من وطن، وجدانی من وطن، ای جانی من وطن، ارمانی من